اکثر مواقع خانوم ها وقتی تحریک میشن و نیاز به رابطه جنسی دارن، بنا به دلایلی از جمله نوع فرهنگمون کلامی این حس رو بیان نمی کنن که خب البته اینم بگم که این مسئله شاید توی دفعات کمتر مشکلی ایجاد نکنه، ولی قطعاً این که همیشه مرد پیش قدم بشه میتونه ضربه بدی به رابطتون بزنه. اما شما باید به عنوان یه مرد کاری بکنید که اون خانوم احساس صمیمیت جنسی بیشتری رو تجربه کنه تا بعد از یه مدت راحت نیاز جنسیش رو بیان کنه. این اتفاق زمانی میفته که شما چند بار بدون اینکه خانوم با کلام نیازش رو بیان کنه متوجه نیازش بشید. وقتی این اتفاق بیفته خانوم پیش خودش میگه پارتنر من که به هر حال باهوشه و میفهمه، پس چه کاریه خودم این نیاز رو بیان کنم. اما چطور باید باهوش باشیم و بفهمیم چه زمان خانوم نیاز جنسی داره؟ هیچ کاری لازم نیست بکنید، فقط وقتی نشونه هایی که الان دارم براتون میگم و دیدید رابطه جنسی رو شروع کنید. و در آخر هم کارهایی که اگه شما انجام بدید حس شهوت خانوم سرکوب میشه رو گفتم براتون. اولین نشونه لمس و نوازش شما یا حتی خودش هست. ممکنه اگه خانوم کمتر خجالتی باشه سعی کنه با لمس بدن همسرش اون رو تحریک کنه، اما اگه این کار رو نکنه ولی به شما نزدیک بشه و سعی کنه طوری کنار شما قرار بگیره که شما تمایل به لمسش داشته باشید هم نشونه تمایل اون خانوم به رابطه جنسی هست. یا حتی اگه بعضی از نقاط بدن خودش مثل گردنش رو لمس کنه یا با موهاش بازی کنه باز هم نشونه برانگیختگی زن هست. دومین کاری که یه خانوم زمان میل جنسی بالا انجام میده این هست که از شما تعریف و تمجید میکنه، چون خانوم ها خودشون با تعریف و تمجید درست ممکنه که تحریک بشن، پس سعی میکنن آقا رو هم با همین کار تحریک کنن، به خصوص تعریف و تمجید از اندام اون آقا. مثلا اگه شما باشگاه میرید ادعا میکنن که بدنتون خیلی بهتر شده. سومین نشونه قوی لبها هستن. خانوم ها موقعی که تحریک میشن به لبهای شما نگاه ویژه‌ای دارن و شما متوجه این مسئله میشید و همینطور سعی میکنن که با لبهاشون شما رو تحریک کنن. مثلا با لبهاشون بازی میکنن و لبهاشون رو مدام خیس میکنن. چهارمین نشونه تغییر لحن حرف زدنشون هست. خانوم ها توی این موقعیت با اینکه هیجان بالایی دارن که توی مورد بعد در موردش اشاره میکنیم و حرف میزنیم، ولی به شدت لحن آرومی دارن. سعی میکنن آرومتر حرف بزنن تا بیشتر شما رو درگیر کنن یا حتی کنار گوش شما زمزمه های عاشقانه میکنن تا با نفس داغشون بتونن شما رو تحریک کنن. پنجمین نشونه هیجان بالا و سرخ شدن و ضربان قلب بالا و داغ شدن هست. به خاطر افزایش هورمون‌های جنسی موقع تحریک شدن توی خانم‌ها ضربان قلب افزایش پیدا میکنه و به دنبال اون دمای بدن میره بالا و شما موقعی که اون خانم رو لمس میکنید کامل متوجه میشید که بدن اون خانم داغه و اگه خانم خجالتی باشه به خصوص توی اوایل حتی ممکنه متوجه بشید که صورتش و لبهاش سرخ شده. مورد بعد که به مورد قبل هم ربط داره بیقراری هست. موقعی که خانم ها تحریک میشن و دوست ندارن که این نیاز رو به زبون بیارن، شما و حتی خودشون هم حس میکنید که یه چیزی رو گم کردن و انگار توی انتظار یه چیزی هستن و خب انتظارشون هم نزدیک شدن شما بهش و پیشنهاد رابطه جنسی هست و اگه این انتظار برآورده نشه بیقراری تبدیل به عصبانیت یا گوشه‌گیری میشه که
اصلا نذارید به این مرحله برسه، چون تحریک کردن دوباره اون خانم جزو محالاته و حتی اگه رابطه جنسی هم برقرار بشه دیگه اون حس و حال قبلی رو نخواهند داشت. مورد بعدی نوع پوشش هست. بعضی از خانم ها سعی میکنن موقع میل جنسی لباس های بازتر بپوشن. بعضی از خانم ها سعی میکنن لباسی بپوشن که خیلی باز نباشه ولی در عین حال سکسی باشه تا نظر شما رو جلب کنن. بعضی از خانم ها هم سعی میکنن لباس هایی بپوشن که تا حالا امتحانشون رو پس دادن، یعنی دفعه های پیش اون لباس رو پوشیدن و شما رو خیلی خوب تونستن تحریک بکنن. هشتمین نشونه که فقط زمانی اتفاق میفته که شما اون خانوم رو متوجه کنید که متوجه شدید که اون خانوم نیاز به رابطه جنسی داره، این هست که اون خانوم خجالت رو کنار میذاره، بیشتر با چشمهای شما ارتباط برقرار میکنه و خب اینم خودش نشونه است، یعنی به چشمهای شما نگاه میکنه و شما احساس میکنید که حالت چشمهاش تغییر پیدا کرده و اون رفتار مؤدبانه رو کنار میذاره. اما اگه همه این اتفاقا بیفته ولی شما بهش توجه نکنید یا بین بروز این نشونه ها و رابطه جنسی وقفه بیفته، مثلا بگید عزیزم صبر کن فلان کار رو انجام بدم، یا مثلا تلفنتون زنگ بخوره یا بدنتون یا دهنتون بوی بدی بده، میل جنسی و نیاز جنسی توی اون خانوم هم توسط خودش هم به صورت ناخودآگاه سرکوب میشه و دیگه بدن اون خانوم حتی تمایلی به ارسال این سیگنال ها هم نداره. دلیلش هم مشخصه، چون زمانی که باید جوابی دریافت میکرده یا اصلا جوابی دریافت نکرده یا جواب جالبی دریافت نکرده. این بود از ویدیوی امروزمون. امیدوارم که ویدیو براتون مفید بوده باشه. سابسکرایب چنل یادتون نره، مواظب قلب هم دیگه باشید و خدا نگهدار.